ما قرآن مجید را به زبان دولتی، به زبان کلی ترجمه و چاپ کردیم تا اینکه مردممان آن را خوانند، دانند و به تقلید کورکورانه راه ندهند. در چارچوب سیاست‌های فرهنگی و دینی دولت تاجیکستان برای مقابله با افراط‌گرایی و تقویت آگاهی عمومی، امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور از اقدام مهم سخن گفته که به باور او میتواند نقش تعیین کننده در مسئول‌سازی جامعه در برابر قرائت‌های انحرافی از دین داشته باشد. چاپ و انتشار قرآن کریم با ترجمه فارسی و به خط سیریلیک. به گفته رئیس جمهور تاجیکستان این اقدام به هدف آن صورت گرفته است تا شهروندان تاجیکستان بتوانند مستقیما و بدون واسطه پیام قرآن را به زبان مادری خود بخوانند و درک کنند تا گرفتار تفسیرهای سطحی، افراطی و جهت‌دار افرادی نشوند که دین را ابزار منافع شخصی و سیاسی خود ساختند. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرده که بخش بزرگی از گرایش جوانان به افراطیت دینی ریشه در ناآگاهی و ناتوانی در فهم متون دینی دارد. به همین دلیل دولت تاجیکستان کوشیده است با فراهم کردن ترجمه قابل فهم قرآن عقلانیت دینی را تقویت کند و مردم را به فهم آگاهانه و مسئولانه از دین تشویق نماید. امام علی رحمان این رویکرد را نه در تقابل با دین بلکه در راستای پاسداری از گوهر اصلی آن دانست و گفت دین زمانی میتواند نقش سازنده در جامعه داشته باشد که با فهم، آگاهی و تعقل همراه باشد. رئیس جمهور تاجیکستان که در مجلس ملی کشورش سخن گفته به مسئله هویت فرهنگی و تاریخی ملت خود پرداخت و نوروز را به عنوان یکی از برجسته ترین نمادهای این هویت معرفی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان گفته نوروز جشن انسانی و فرادینی است با قدامت 6000 سال ریشه در تاریخ، فرهنگ و جهانبینی مردم حوزه تمدنی زبان فارسی دارد. رئیس جمهور تاجیکستان گفته نوروز با اسلام و هیچ دین دیگری در تعارض نیست بلکه میراث فرهنگی است که ارزش‌های صلح، همدلی، نوزایی و احترام به طبیعت را بازتاب می‌دهد. امام علی رحمان با انتقاد از تلاش‌هایی که می‌کوشند به بهانه دین نوروز و دیگر ارزش‌های تاریخی را نفی یا کمرنگ کنند تصریح کرد که هیچ ملتی نباید از میراث فرهنگی خود دست بردارد. او گفته نابودی یا تغییر این ارزش‌ها در نهایت به تضعیف هویت ملی و گسست اجتماعی منجر می‌شود، وضعیتی که خود می‌تواند زمینه‌ساز افراطیت و بی‌ثباتی گردد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنان از روند ثبت نوروز در فهرست میراث‌های فرهنگی بشری سازمان ملل متحد یاد کرد و گفت که این دستاورد نتیجه 6 سال تلاش پیگیر و مستمر دولت تاجیکستان بوده است. به گفته او با وجود مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشت سرانجام این جشن کهن به عنوان یک ارزش انسانی و جهانی بر رسمیت شناخته شد و امروز نه تنها متعلق به تاجیکان و فارسی زبانان بلکه میراث مشترک بشریت به حساب می آید. من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یگان دین و مذهب و دیگر کار ندارد. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. دینی میبینی اسلام 1500 سال است، دینی جوان است. یعنی نوروز یگان چیز دینی ندارد، نه به اسلام، نه به زردوشت، نه به یگان دینی دیگر. سخنان رئیس جمهور تاجیکستان نشان می‌دهد که سیاست فرهنگی و دینی دولت تاجیکستان بر پیوند میان آگاهی دینی و پاسداشت هویت تاریخی استوار است. رویکردی که در آن ترجمه قرآن به زبان مردم و دفاع از نوروز به عنوان میراث فرهنگی دو روی یک سکند، حفظ تعادل، عقلانیت و همزیستی در جامعه‌ای که می‌خواهد به باورهای دینی خود وفادار بماند
و هم ریشه های تاریخی و فرهنگیش را پاسداری کند. بینندگان عزیز، کانال خانه خبر افغانستان را سابسکرایب کنید. ما قرآن مجید را به زبان دولتی، به زبان کلی ترجمه و چاپ کردیم تا اینکه مردممان آن را خوانند، دانند و به تقلید کرکرانه راه ندهند. من این کار کردم، تقسیم کردم، بالا ادامه دارد. گیرند خوانند، لکسیای بیگانگان را کم گوش کنید. گیرین به زبان تاجیکی فهما هر یک آیت کلام ربانی معنیش چیست خوانید. خودتان را بیهوده نکشید. خوانید، پند است، حکمت است. در نایه‌های جلال الدین بلخی، دنگره، واسه، فرخار و خاولینگ ولایت قتلان به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد. در این ردیف از جانب یونسکو قبول شدن قطعنامه ها در مورد اعتراف شهر پنجکند همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی و بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی در سالهای 2026 2027 دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش‌های فرهنگی و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی بشری می باشد. همچنین تنظیم همایش‌ها زیر عنوان استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق گوناگون رنگی فرهنگی، اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت، باعث افتخار و سربلندی ملت آریایی ما می باشد. مسلم است که تاجیکان یکی از ملت‌های فرهنگی و تمدن سازی دنیا می باشد. باعث افتخار ماست که گذشتگان نگنام ما آریایی ها به جهانیان زبان و فرهنگ، علم و هنر، آیین و سنت های بای و رنگارنگی بشردوستانه از جمله نوروز، اینچنین عنعنه‌های پیشرفته دولتداری یعنی تمدن و فرهنگ جاودانه را به میراث گذاشتند. من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یگان دین و مذهب و دیگر کار ندارد. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. دینی میبینی اسلام 1500 سال است، دینی جوان است. یعنی نوروز یگان چیز دینی ندارد، نه به اسلام، نه به زردوش، نه به یگان دینی دیگر. ما وظیفه داریم که در برابر افتخار کردن از میراث عالم شمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم،
ادامه دهیم و برای نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای هویت ساز به میراث گذاریم. ما باید افتخار داشته باشیم که اجداد خردمند ما پیندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را همچون ارزش بزرگ انسان دوستانه شعار زندگی خود قرار دادند. این 6000 سال پیش عقل کی ما بگیرد اینا؟ گفتار نیک، پیندار نیک. واقعا نوروز که امروز مقام بین المللی گرفته است، مهرگان، ساده و تیرگان که تجسمگر اندیشه های انسان دوستی و بزرگداشت طبیعت می باشند و عنعنه های دولتداری گذشتگان آریایی ما که در تاریخ بشریت نقش ماندگار و تاثیرگذار بازیدند، اساس هویت و اصالت ما تاجیکان می باشد. بنابراین از همه امی دست میکشیم، از همه امی 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشیم. نمیره مردم در درست فهماندن در کار هستند. بعضا پیدا میشوند که این به دین اسلام به یگان دین مایه ندارد. دین اسلام به راه خودش با گفتن که مسلمانی ما را از دست ما غیر خدای تعالی در یگان کس حقوقی گرفتن ندارد. نیست، او کیفر در دنیا نیست. سلام. همچنین با در نظر داشته فلسفه و حکمت جاودانه نوروز، سنت و عنعنه های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین المللی نوروز بنیاد کرده شود. برای آنکه نوروز را بین المللی گردانیم، تاریخی کمترک درازدر دارد. 5 سال ما در یونسکو گردی اطراف این کار بردیم. بودن کشورهایی که زید بودن، حتی در حوزه نوروز هم زید بودن. در چی؟ میگفتن ما راضی، لیکن نامش را دیگر کنید. نوروز تاریخا نمیشه آمده است. حتی امروز هر سال پرزیدنت های امریکا دیگرها با همین زبان میگن نوروز مبارک. دیگر کرده نمیشه. تاریخ آمده چگونه دیگر میکنی؟ ما وقتی که در سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و قطعنامه قبول گردید، یک دولت زید بود. بعد 1 سال 2 سال رفته بعد امضا کردن، لیکن نام حتی نام ده زید بودن، برای که نامش تاجیکی است. این دلیل چی است؟
5,500 سرزم را من معین نکردم. عالمان بین المللی یونسکو 7 سال کار کردند. عالمان از امریکا، روسیه، اروپا، ژاپن، چین دیگر اشتراک کرده برده در آنجا معین کردند که تاریخ سرزم 5,500 سال است. نوروز گفته ایستاده است من تاریخ بیش از 6,000 سال دارم. وقتی که تاجیکان در 5,500 شهر ساخته باشند، شهرداری کرده باشند، این راست می آید. اطمینان دارم که عملی نمودن اقدامات ذکر شده دلیل ردناپذیری تاریخ و فرهنگی بیش از 6,000 ساله ما تاجیکان می گردد.